به نام خدا. بچه‌ای که تصمیم گرفت دست پدرش رو نگیره. یکی بود یکی نبود. یه روز کودکی با پدرش رفتن خرید کنن. اونها میخواستن از خیابون رد بشن چون مغازه اونور خیابون بود. بچه با خودش گفت من دیگه بزرگ شدم و نباید دست پدرم رو بگیرم. ناگهان دست پدرش رو رها کرد و به سمت خیابون رفت. در همین موقع یه موتوری بهش زد. وای، موتوری خیلی تصادف بدی کرده بود و موتور کامل از بین رفته بود و راننده‌اش زخمی شده بود. بچه خیلی ترسید، اما خدا رو شکر فقط لباسش پاره شده بود و خودش سالم بود و آسیبی ندیده بود. پدر با آقای موتورسوار صحبت کرد و دیدن نیازی نیست که به پلیس اطلاع بدن. کودکم قول داد دیگه قبل از هماهنگی با بزرگترها کاری رو انجام نده، مخصوصا حواسش به خیابون باشه. حالا شما اگر بخواید نشون بدید که بزرگ شدید، به نظرتون چه کاری باید انجام بدید؟ آیا درسته که بدون اینکه به پدر و مادر بگیم یه دفعه تصمیم بگیریم و کاری رو انجام بدیم؟ در مورد این قضیه با پدر و مادرت خوب صحبت کن و نظرتو به اونا هم بگو.